طبق اطلاع متخصصان اگنتی آب و هواشناسی کشور، شروع از ماه ایول در جمهوری هوای گرمی غیر مقرری در نظر است. گرمی هوا از 34 تا 47 درجه می رسد. در این روزها نورهای اولترابنفش بلند می شوند که به سلامتی انسان ها تاثیر منفی دارد. در وادی ها باشد بنابر گرمشوی از معیار زیاد، سطح آب دریاها بلند شده، آمدن سیل از احتمال دور نیست. وابسته به وضع باد و هوا گزارش نوبتی. طبق اطلاع متخصصان اگنتی آب و هواشناسی کشور امسال در جمهوری هوای گرمی غیر مقرری در نظر داشته شده. گرمی هوا از 34 تا 47 درجه می رسد. در این روزها نورهای اولترابنفش بلند می شوند که به سلامتی انسان تاثیر منفی دارد. در وادی ها باشد بنابر گرمشوی از معیار زیادی حرارت هوا، آب دریاها بلند شده، آمدن سیل از احتمال دور نیست. گرمشوی اقلیم و عاقبت های ناگوار آن، آبشوی پریخ ها و آفت های طبیعی از مسائل نگران کننده نه تنها تاجیکستان بلکه جامعه جهانی گردیده است. بنا به تحلیل ها، گرمشوی از معیار زیادی حرارت هوا که بخصوص در منطقه آسیا بیشتر به مشاهده می رسد، این شب و روز در تاجیکستان نیز طبق پیشگویی کارشناسان آب و هواشناسی کشور گرمی هوا تا حدی غیر مقرری می رسد که این روند در منطقه های کوهی سبب رخ دادن آفت های طبیعی، آبخیزی، فرآمدن ترمه و سیل می گردد. طبق پیشگویی اگنتی آب و هواشناسی کشور تا هفتم در جمهوری هوای غیر مقرری پیشگویی می شود. بنابر سبب وارد شدن انبوه هوای گرم و خشک در جمهوری هوای گرم مشاهده می گردد. در ولایت ختلان هوای کم ابر به بارش پیشگویی شده. روزهای من بعد باشه هوا تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه وزیده. روزهای پنجم تا هفتم باشه با شدتناکی 13-18 متر در یک ثانیه می وزد. در ولایت سوق نیز هوا تغییر یابنده بوده. در بعضی ناحیه‌ها کم ابر به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه وزیده. در ناحیه‌های علاهیده باشه با شدتناکی 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. در ناحیه‌های تابع جمهوری هوای کم ابر به بارش پیشگویی شده. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه وزیده. روزهای پنجم تا هفتم باشه در بعضی ناحیه‌ها با شدتناکی 12-17 متر در یک ثانیه می وزد. در ناحیه‌های علاهیده باشه چنگ و غبار یا اینکه خاک بارش به عمل می آید. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای کم ابر در بعضی ناحیه‌ها باشه تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه وزیده. روزهای من بعد باشد با شدتناکی 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. طبق اطلاع متخصصان اگنتی آب و هواشناسی کشور، در ولایت‌های ختلان و سوخت، بدخشان و ناحیه‌های تابع مرکز گرمشوی غیر مقرری به عمل آمده. از 4 تا 7 ایول سال جاری هوای چنگ و غبارآلود منطقه‌ها را فرا می‌گیرد. در این مورد احتیاطکار بودن ساکنان در این موسم گرما و خودداری کردن از برآمدن به کوه و وادی‌ها توصیه داده می‌شود. در شهر دوشنبه هوای کم ابر به بارش پیشگویی شده. شمال از سمت شرق با سرعت 2-7 متر در یک ثانیه وزیده. روزهای پنجم تا هفتم باشه با شدتناکی 7-12 متر در یک ثانیه می وزد. چنگ و غبار به عمل آمده، خاک بارش می شود. حرارت هوا شبانه از 24 تا 26 درجه گرم شده. روزانه باشد از 39 تا 41 درجه. روزهای پنجم باشد تا 43 درجه گرمی پیشگویی می شود. سبب‌های اساسی گرم شدن حرارت هوا و زود به عمل آمدن چنگ و غبار این کم بودن بارش‌ها در ناحیه‌های کوهی و دامنه کوهی بوده. اینچنین در جمهوری همسایه به حساب می رود. بنابر سبب بلند شدن سرعت شمال یک بار چنگ و غبار به داخل جمهوری وارد می گردد. سنه پنجم و ششم و هفتم بنابر سبب گفتیم انبوه هوای غبارآلود به جمهوری داخل شده. از ناحیه‌های جنوبی بوده از مملکت‌های افغانستان و ایران بر داخل جمهوری وارد می گردد. اگنتی آب و هواشناسی کشور آگاهی می دهد بنابر سبب بلند شدن حرارت هوا، آبشوی پریخ‌ها و قبط برفی از همین سبب سر زدن سیل‌های خصوصیت محلی داشته به عمل می‌آید. از آن جمله در غرب ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ناحیه‌های دامنکو و کوه ولایت سوق، اینچنین ناحیه‌های تابع جمهوری. از سبب سر زدن سیل‌ها، سطح بلند شدن دریاها از آن جمله دریاهای ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ناحیه‌های تابع جمهوری نیز در نظر است. از این رو از اهالی خواهش کرده می‌شود که با رفتن به محله‌های آسیب‌پذیر خودداری نمایند. از جانب دیگر بنا به اطلاع متخصصان ساحه طب، تغییریابی اقلیم و بلند شدن حرارت از معیار زیادی هوا سبب اوج بیماری‌ها از جمله بیماری‌های کمخونی، سکته دل، درد گلو، بیماری‌های پوست، گرده، معده و روده و آفتاب زدگی می‌گردد. طبق اطلاع طبیبان، موج‌های شدید گرما و حرارت بلند به قشرهای آسیب‌پذیر اهالی خصوصا پیرانسالان، زن‌های حامله و شخصان دارای بیماری‌های مزمن تهدید جدی ایجاد می‌نماید. حرارت بلند هوا سبب خشکی بدن و آفتاب زدگی شده بیماری‌های دل و رگ‌های خونگرد را نیز بدتر می‌کند. از بس که سلامتی انسان تا اندازه از وضع آب و هوا وابستگی دارد،
дорад, бинобар ин табибон ҷиҳати пешгирӣ аз таъсири ҳавои баланд дар ин рӯзҳо бесабаб аз хона набаромадан, нӯшидани оби на сарду на гарм, тавассути ҳавополонҳо ҳуҷраҳои хона ва кориро дар як ҳарорат нигоҳ доштан ва дигар тавсияҳоро пешниҳод менамоянд то бемор нашаванд. Ба иттилои табибон, дар зери нурҳои офтоб истодан сабаби сӯхтани пӯст ва пайдоиши доғҳои пигментӣ мегардад. Аз ин лиҳоз мутахассисон дар айни гармии ҳаво аз соати 11 то 16 дар берун истоданро тавсия намедиҳанд. ҳамзамон ба сокинони кишвар рӯзона зери гармии нурҳои офтоб анҷом додани корҳои ҷисмонӣ тавсия дода намешавад. Дар рӯзҳои гармои шадид пӯшидани либоси сабуки азматҳои табиӣ духташуда зарур аст. ҳангоми ба кӯча баромадан, пӯшидани кӯлоҳи калон ва айнаки офтобӣ низ тавсия дода мешавад.